مهربان. سلام و درود خدمت همه دوستا و عزیزایی که در برنامه امروز حضور پیدا کردن. حضور شما را در کنار خود خیر مقدم میگیم. امید است که روز را تا دیدن به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. بحث امروز ما در رابطه با ایجاد کاروبارهای کوچک است. امروز ما در جمع خود زنان متشبث، خانم‌های کارآفرین و زنان واقعاً پرتلاش را با خود داریم و یک گام بسیار نیک است برای پیشرفت و توسعه زنان. هم خپلوان سره تاسو ټول راغلو ته ښه راغلاست وایم. زموږ نننی بحث لکه څنګه چې صاحبه جانې وویل د کوچنیو کاروبارونو په اړه دی. څنګه کولی شو کوچني کاروبارونه پیل کړو او د هغې تر څنګه کولی شو دغه کارونو ته توسعه ورکړو او یا هم دغه کارونو ته وده ورکړو. نو په ننني بحث کې زموږ سره درانه مېلمانه چې دی هغه آغلې ماري امیري متشبثه، مینه جان نوري خبریاله ده، زرغونه یعقوبی خبریاله، اولیا مهربان متشبثه، فخریه سمندری د آنلاین گوهرشاد بیگم بنیاد مؤسسه. چه خوب است که در بخش اول برنامه نظریات و ایده های همه شما را داشته باشید. برنامه را ابتدا با این سوال آغاز میکنیم که تشبث و کارآفرینی یعنی چی؟ تشبث گرفتن یک تصمیم، یک خلاقیت، یک نوآوری که میتونه زندگی خودم تغییر بده، زندگی اجتماعم تغییر بده. زمانی که من مکتب آنلاین گوهرشاد بیگم ایجاد کردم، هدف از مکتب آنلاین گوهرشاد بیگم ظرفیت سازی و رشد دختران محروم از تعلیم بود که اینا آگاهی پیدا کنند و رشد کنند، دور از جهل باشند. چون هر قدر که ما از مطالعه دور باشیم، امان قدر ذهن ما کهنه‌تر میشه و از اجتماع، از فرهنگ، از همه چیز ما دور میشیم. ما یک خانم تجارت پیش هستیم که به حساب تجارت خود از بسیار یک برنامه کوچک شروع کردیم که تا فعلا رضا هستیم. از اون برنامه کوچک خود کم کم حال با فضل خدا بالاتر کلانتر شدیم. 5000 افغانی داشتم، یک دو پای ماشین زیستی خریدم، از این علاقه داشتم، به خیاطی رو آوردم، در خانه کار میکردم. کم کم باز دوستا و عزیزا فهمیدن که من خیاطی میکنم، باز یک لایه بند کردم، یک چند تا شاگردا گرفتم و کم از این ماشینای دستی و سرمایه از 5000 در 10000 از 10000 در 50000 باز من یک سی پای ماشین برقی خریدم. خواستم که بیرون از منزل برایم، بیرون از منزل کار کنم. باز من بیرون از منزل برام یک دکانه که گرفتم کار کردم، همراه یک تعداد دختر خانم آمد کار کردن. همین بود، تشویق دوستا بود، تشویق خانم‌ها بود که کم هم مشتریای زیاد پیدا کردیم. از خدا سپاسگزار هستم. آقای مهربان کرا شدی تا چې څنګه کولای شو دغه کوچني کاروبارونه پیل کړو او د خپل کار ته څنګه کولای شو وده ورکړو؟ هر رشته که خوش داشته باشی میتونی که در مقام برسی. من خودم دیزاینر شدم، خودم دیزاینای مختلف کشیدم. پیش خود فکر کردم، گفتم تو بیا که من در ماشین نگنیش من ندیده بودم، اما یک سوزن ماندم دیگه شدم حرکات دست گلدوزی را شروع کردم. یک پای ماشین من بسیار یک ماشین غرازه بود، اگه او آل باشه مردم میگه که اون ماشین کار نمیشه. اونمو من هم گلدوزی میکردم، هم خیاطی مردانه که بسته قریه را من کلش خیاطیشان میکردم. از امو من هم زمین گرفتم، تا حالا زمین های ما شکر هستک. هم کار که ما ماجر بودیم، به حساب کدام کاربار نداشتیم، من کار خود پیش می بردم. یگانه دلیلی که در ذهن من ایجاد شد بعد از تحولات همین بود که من چگونه میتونم به امنم خدمت کنم و باید در کل ما شما خب با یک بودجه اندکی که داریم شروع میکنیم. هم خوشبختانه بگویم حالا با او سطحی که ابتدا بودیم نیستیم، الحمدلله پیشرفت‌های وجود داره در قسمت کاری ما. و هدف کاری ما چی بود؟ وقتی که دیدیم که جامعه یک رنگ را به خود گرفته که مخصوصا بر قشر اناس ما یک مایوسی است و ما کوشش کردیم بخش اجتماعی را در بر گیرنده هر چی که می باشه، چی صحت، چی بخشای دیگر، چی تحصیل، چه بخش تجارت، یا همه اینا را در بر بگیره و ما بخوایم صدایشان باشیم و اینا یک پشتیبان باشیم براشان که احساس تنهایی نکنن. اگه خدمت دیگه برشان کردن نمیتونیم، حداقل بتونیم صدایشان باشیم، اما کار کرده که اینا داره اونا رو به تصویر بکشانیم. و کم و بیش موفق بودیم در داخل خود کابل یا ولایت‌ها بودیم، با خانم‌ها بیشتر بودیم و همین دلیل باعث شده که
خودم رو به کارهای تجارت بیارم که عنقریب تصمیم دارم به خیر بخش خیاطی و دستسوزی و یاره کم کم هست ولی میخوایم یک کمک ایره رونق ببخشم. نوري صاحب که تاسو په دې اړه راته ووایئ لکه څنګه چې تر کوم حده چې څه معلومات لرم تاسو غواړئ چې یوه شخصي رسنۍ ولرئ او د ځان تر څنګ یو څو نورو ښځینهو ته هم د کار زمینه مساعده کوي که په دې اړه تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې څنګه مثلا تاسو کولی شئ دغه خپل کوچنی کاروبار پیل کړئ او دې ته وده ورکړئ او د کاروبار ته مو مثلا توسعه ورکړئ. در ابتدا من خودم یک خبرنگار هستم و زیادتر وقتا مصاحبه داشتیم با دختر خانما. اونا بسیاریشون علاقمند به این بودن که خودشون خودکفا باشن، کار بکنن. بعضی وقتا که من را میدیدن آرزو میکردم که کاش من مثل شما میبودم و این واقعا بسیار انگیزه میتونه آدم که تصمیم بگیره مثلا یک کار بکنن که این دختر خانما بیاین مصروف شون و خودشون از خود کار داشته باشن و این بسیار یک پوینت مثبت است، بسیار پوینت خوب است. من میخوایم یک وبسایت و یا هم یک رسانه‌ای داشته باشم که خودم کارفرما باشم و در کنار من دختر خانمایی که علاقمند هستن و میخواین خودکفا باشن کار بکنن همراه من و ما خود ما برای خود ما کار بکنیم، نه تنها برای خود ما، برای تمام خانمایی که اینجا هستن در افغانستان هستن و دختر خانمایی که علاقمند به این بخش هستن. کراش د خبرونې دوهمه برخه ته په دې برخه کې به هر څو خپل شخصي تجربه محتوایی شخصي تجربه نه هدف داده ځنې مثلا ځنې اختلافونه د ځنې نهادونو ځنې سازمانونو او ځنې ځایونو په منځ کې راځي په ځانګړې توګه هغه ښځینه چې مثلا د تشبث په برخه کې کار کوي. ځنې کسان داسې شته دي چې مثلا ناسالم رقابت لري په خپل منځ کې، یعنی هدف داده د دې په ځای چې مثلا د یو بل تر څنګ ودرېږي یو بل وهڅوي. ځینې وخت داسې مسایل پیښیږي له بده مرغه وایم چې داس مسایل پیښیږي چې یو بل تخریبوي. نو که په دې اړه اغلې زرغونه خپل تجربه له موږ سره شریکه کړي یا د خپل سترګو لیدلی حال موږ ته ووایي خوشحالي ګو. هر انسان همونطور که دارای جسم جداگانه از فکر جداگانه هم داره و هر کی یک استعداد خداوند برش داده. وقتی داشتهایی که داریم با او افتخار کنیم، داشتهایی که نداریم او را کوشش کنیم از نو خود جذب کنیم. این در جامعه ما و شما هیچ امکان نداره که چنین اختلافات پیش نیاید، ولی ما باید به فکر ازی باشیم که چطور میتونیم از این فرصت یک استفاده خوب بکنیم. چقدر خوب است که هر کس بفهمه که اگه کار کوچک یا بزرگ داریم هر کس از صفر شروع کرده و امی داشتهایی که داشته، تجربه‌ای که داشته. ما یک شبه به راه یک ساله نرسیدیم، حتما یک سال در پای تیر کردیم، مشکلات شدیدیم جای مثلا خانم مینا یا خانم مهربان طرف از او نبودیم، چرا که مشکلاتی که او دیده ما در یک روزی که میخوایم بخش تجارت شروع کنم ما او تجربه اینا رو ندارم. پس باید بفهمیم که هر کس دارای ذهن جداگانه، هر کس توانمندی خود داره. هیچ وقت ما مهربان نمیشه، مهربان من نمیشه. پس بیایم همپذیری کنیم، همدیگر بیشتر برای خوب تشویق کنیم تا یک جامعه خوب در بخش کاری یا تشبث یا دیگه بخش خود داشته باشیم. ما که در دکان میریم یا در کارگاه میریم یا مثلا در یک جای میریم، شاگردان همراه ما هستن، اونها یک وقت ناوقت شوخی هم دارن، یک وقت ناوقت با هم بین خود جر بحث هم دارن. چرا وقت در یک منطقه در یک دکان زندگی میکنن یا یک کارگاه زندگی میکنن. باید ما بین از اونا منیس یک معاون یا منیس یک مادر یا منیس یک دوست به تفاهم برسانیمشان، بینشان فهم تفهیم ایجاد کنیم. دیگه ما باید کل خانم‌ها دست به دست هم بدیم. دختر خانمایی که ما مثلا نو به کار آغاز میکنن اونا رو کمک کنیم، اونا رو مایه کنیم. اگر بینشان کدام خفگی یا چیزی میباشه هر دوش بشانیم، ضرورت کس امور از بینشان دور کنیم. پس هر دوشان دوست منیس خوارا یا منیس مادر دختر اونا زندگی کنن. طبعا بین همکارا گاهی وقتا مسائل پیش میاد یا خفگی پیش میاد یا سر کدام موضوع اختلاف داشته باشیم طبعا. اما مدیر خوب مدیری است که حل بکنه این مشکل به همون شیوه درستش، نه اینکه سرزنش بکنه کارمندا خود. با کسایی که کار میکنیم اونا هم دیگه جزء از فامیل ما میشن و باید یک ارتباطی داشته باشیم که ارتباط خواهر برادری که در خانه می داشته باشیم. مثلا خیلی در خانه جنگ میکنیم همراه برادر خود همراه خواهر خود، ولی دوباره پس آشتی میکنیم و هیچ کدورتی هم در دل نمیگیریم و اینمی فضا رو ما باید در دفاتر داشته باشیم. این من قسم بین خود ما باید مثل یک فامیل باشیم، مثل یک وطندار که هستیم کل ما، حتی فامیلا و دوست باشیم. فضای صمیمی با همکاران خود داشته باشیم. اگر بخش آموزشی را پیش میبریم با شاگردان خود صمیمی باشیم، با گفتگو، با صحبت و با دوستی هیچ منازعه نیست که راه حل نداشته باشه.
له ټول دوستان نړۍ مننه ده چې راغلی په دې خپرونه کې مې له موږ سره ګډون وکړو. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې زه شکیبا نادري او سایما کاکړ ستاسو په درانه چاپړ کې حاضرېږو. لوی او بښونکی خدای مو سپارم.